السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. هود علیه السلام. سعید ابن مسیب رحمه الله میگوید نوح علیه السلام 3 پسری داشت که مسلمان شده بودند و با نوح علیه السلام در کشتی سوار شدند. 4م پسر نوح مسلمان نشده بود. بعضی علما میگویند کنعان نام داشت. کنعان ایمان نآورد، غرق شد و از جامله کافران شد. این 3 پسر سام، یافیت و حام است و هر یکی از اینها 3 پسری داشتند. از سام عرب ها، فارس ها، رومی ها مردم اروپا هستند. از یافیت ترک ها، یعجوج و معجوج و همه ترک زبان ها. از حام قبط ها مردم مصر، سودان، بربرها، مردمی که در صحراها در افریقا زندگی میکنند. در روی زمین فقط نوح علیه السلام و فرزندان نوح علیه السلام زندگی میکردند. بعد از اینکه همه زمین غرق شد فقط مسلمانان نجات یافتند و کسانی که از نسل نوح نبودند ولی مسلمان بودند نجات یافتند. آنها زندگی کردند، فرزنددار نشدند، وفات کردند، رفتند. از آنها هیچ فرزندی باقی نماند. فقط نوح و فرزندان نوح علیه السلام در روی زمین زندگی میکردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلنا ذریته هم الباقین. و تنها فرزندانش را، یعنی فرزندان نوح را باقی گذاشتیم. و همینطور زبانها، ملتها، قبیله ها پیدا شدند. یعنی هر کسی از فرزندان نوح فرزندان خود را می گرفت و در روی زمین می رفتند. هر جای زمینی که برای آنها مناسب شد، معقول شد، در همان جا زندگی می کردند. در آن زمان دولت و پادشاهی نبود، یعنی فقط فرزندان نوح علیه السلام زندگی می کردند. بعضی علما میگویند بعد از نوح علیه السلام 800 سال گذشت. بعد از اینکه نوح علیه السلام وفات کرد 800 سال گذشت. مردم بت پرست شدند و آن عذابی که بر قوم نوح علیه السلام نازل شده بود فراموش کردند مردم. برای همین الله متعال پیغمبری را فرستاد تا اینکه مردم را به سوی توحید دعوت کند. از نسل پسر نوح، از نسل سام، چطوری که گفته بودم عرب ها هستند، هود علیه السلام است. هود پسر عبدالله، پسر رباح، پسر جارود، پسر عاد، پسر عوس، پسر ارم، پسر سام، پسر نوح علیه السلام است. هود علیه السلام یکمین پیغمبر عرب است. چطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند پیغمبرانی که عرب بودند 4 تا هستند. یکمین پیغمبر عرب هود علیه السلام است. قوم هود علیه السلام را عاد می نامیدند، برای اینکه عاد یکی از باباهای هود علیه السلام است. قومش را عاد می نامیدند. همچنین قوم هود علیه السلام را ارم هم می نامیدند، برای اینکه ارم هم یکی از باباهای هود علیه السلام است. در قرآن الله متعال هم عاد را ذکر کرده است و هم ارم را. قوم هود علیه السلام در منطقه زندگی میکردند که احقاف نام دارد و یک سوره در قرآن به نام احقاف هست. و احقاف بین یمن و عمان است. منطقه احقاف در بین یمن و عمان است. این منطقه جای کوهزار است، کوههای بلند از سنگ و زمین ریگ دارد، یعنی زمین قنزار. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف
عليكم عذاب يوم عظيم. ای پیامبر، داستان هود برادر قوم عاد را به یاد آور که چون قومش را در سرزمین احقاف هشدار داد و به راستی هشدار دهندگان پیش از او و بعد از او گذشته بودند که جز الله را نپرستید، بیگمان من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم. هود علیه السلام 40 ساله بود که پیغمبر شد. قوم هود عاد در نقشکاری مشغول بودند. خانه های بزرگ می ساختند، کوه ها را می تراشیدند و از کوه ها خانه می ساختند. تقریبا قد و قامت آنها 25 متر 20 متر یا اینکه 30 متر، بسیار دراز و بسیار بزرگ بودند و به بزرگی جسم خود تکبر میکردند. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ همان عاد دارای قامتی بلند داشتند که همانندی آن در شهرها آفریده نشده بود. اصل قوم عاد صحرانشین بودند، در خیمه ها زندگی میکردند، در پلاتکه ها زندگی میکردند، ولی قصرها را از روی فخر و تکبر میساختند، اسرافکاری میکردند. بعضی مفسرین قرآن میگویند دروازه های قصرهای قوم عاد از طلا بودند، از جهتی که ثروت آنها زیاد بود، یعنی اسرافکاری میکردند و در کوه ها قصرها میساختند. این ساختن قصرها برای آنها یک بازی بود. هود علیه السلام با آنها میگفت آیا بر هر جای بلندی از روی هوا و هوس قصر میسازید و قصرها و قلعه های محکم میسازید گویا که در دنیا جاویدانه میمانید؟ و آنها را ترس میداد، میگفت بترسید از الله، من را اطاعت کنید، از کسی بترسید که شما را با آنچه میدانید مدد کرده است، شما را حیوانات و فرزند عطا کرده است و همچنین باغ‌ها و چشمه‌ها عطا کرده است. همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما میترسم. قوم هود گفتند برای ما فرق ندارد چی ما را نصیحت کنی چی ما را نصیحت نکنی، یعنی فرق دیگه نیست. وقتی هود علیه السلام آنها را به یکتاپرستی دعوت میکرد، آنها هود علیه السلام را بیعقل یا اینکه دروغگو یا اینکه ساحر صدا میکرد. اما هود علیه السلام آنها را به یادشان می آورد که الله متعال قوم نوح را چطور در طوفان غرق کرد. آیا فراموش کردید؟ آنها بعد از گوش کردن این سخنها نوح علیه السلام را مسخره میکردند. هود علیه السلام را میگفتند تو افسانه میگویی. گفتند ای هود، تو با بت‌های ما دشمنی میکنی، برای همین بیمار هستی. بعضی دیگرش میگفتند شما کسی را میخواهید گوش کنید که مثل شما میخورد مینوشد. اگر شما هود را اطاعت کنید شما ضرر مییابید. این شما را وعده میدهد که اگر شما مردید باز زنده میشوید، هرگز زنده نمیشوید. ما در همین دنیا زندگی میکنیم و دیگر زنده نمیشویم. هود بر الله دروغ میگوید، ما با او ایمان نمیآوریم. هود علیه السلام قوم خود را تقریبا 760 سال دعوت کرد و دید که دیگر قبول نمیکنند، یعنی فایده نیست. گفت من خدا را گواه میگیرم، یعنی شاهد میگیرم و شما هم گواه باشید، شاهد باشید که من از آنچه شریک خدا قرار میدهید شرک میکنید بیزارم. و مثل نوح علیه السلام قومش را گفته بود که هرچه قوت دارید بر ضد من جمع کنید، میبینیم الله متعال کی را مدد میکند، کی را یاری میکند. هود علیه السلام هم همین سخنها را میگفت و دعا کرد بر قومش. گفت ای الله من را نصرت بده که آنها من را باور نکردند. الله متعال فرمود زود است که آنها پشیمان میشوند.
و الله متعال بر آنها عذاب نازل کرد. این عذاب بسیار عذاب سخت بود. شمال سختی آمد، دیگر باران نبارید، درختها خشک شدند، زمین خشک شد، با آب بسیار نیاز داشتند. در یک از روزها ابرهای سیاه آمد. آنها فکر کردند که باران میبارد، خوشحال شدند. اما این ابرها با خود شمال آوردند و عذاب الهی شروع شد. همه چیز را شمال با خود برد، فقط قصرهاشون ماندند. باز شمال سخت‌تر شد. قوم عاد را شمال به هر طرف یکسان کرد. یعنی شمال به بالا میبرداشت و بر زمین میزد، پاره پاره میکرد. یعنی اینقدر جسمهای بزرگ داشتند، مردم بسیار عظیم جثه بودند، ولی در نزد عذاب الهی هیچ چیزی نبودند. و همین طور کسانی که به هود علیه السلام ایمان نآوردند در روی زمین نیست و نابود شدند. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ما آنها را شمال وحشتناکی در روز شوم طولانی بر آنها فرستادیم که مردم را از جایشان میکند گویا که درخت خرمای از ریشه‌اش کنده باشد. پس بینید عذاب و هشدارهای چگونه بود. در این وقت عذاب هود علیه السلام و مؤمنان که بسیار کم بودند آنها هم در آنجا بودند، ولی الله متعال آنها را حفاظت کرد. و بعد از اینکه زمین بار دیگر از مشرکین، از کسانی که ایمان نآوردند به الله پاک شد، هود علیه السلام یک چند سال دیگر با قومش یعنی با مؤمنان زندگی کرد و تقریبا در عمر 850 یا اینکه 900 وفات کرد و او را یعنی هود علیه السلام را در حضرموت دفن کردند. یعنی در یمن هود علیه السلام را دفن کردند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.